قدرمن عزیزانو ښه راغلاست او هرکلی درته وایم د خپرونې وروستۍ برخې ته رارسېدلي یو او منندوی مو یم چې تر اوس مهاله پورې مو یوازې پرې نه ښودلم راسره وئ او د خپرونې ملتیا مو وکړله. قدرمنو هیوادوالو، که تاسو په کورنۍ کې تکړه ماشومان لرئ او دا ماشومان توانېدلي دي چې بریالي شي او تر بریا پورې ورسوي ځانونه، نو تاسو هغه د خپرونې د خواله رسنیو چې RT ایجوکیشن یې ادرس دی موږ ته د هغې په تړاو باندې معلومات راکړئ څو یې راوبلو دغې خپرونې ته او د دوی له ماشومانه خبرو څخه هم دوی وهڅوو هم د دوی د خبرو پر مټ باندې نور ماشومان وهڅوو څو وکولی شو د هېواد دغه نسل تر پرمختګه پورې ورسوو. قدرمنو هېوادوالو، د خپرونې د ټولګیوال برخه ده او په خپرونه کې راسره ډېر تکړه زده کوونکی مدثر جان دی چې د افکار نابغه ښوونځي اول نمره دی او نن به راته مدثر جان د دې په تړاو باندې وایي چې څنګه باید په ښوونځي کې استادانو ته او په کورنۍ کې والدینو او مشرانو ته احترام ولرو. مدثر جان عزیز سلام، صبحت بخیر، بسیار زیاد خوش آمدی. سلامت باشی، بسیار زیاد تشکر که آمدی در برنامه ما اشتراک کردی. بسیار زیاد تشکر. مدثر جان، اول بر ما بگو که متعلم صنف چند هستی و چندم نمره هستی؟ متعلم صنف سوم به اول نمره است. آها، مدثر جان چی کارهایی را انجام داده بود که اول نمره شد؟ درس خواند. چرا دوم نمره نشدی؟ کوشش کردم. آها، درس خواند، اول نمره شد و کوشش کرد که دوم نمره نشه ولی اول نمره باشه. درست است؟ بله. دوم نمره خوب است یا اول نمره؟ اول نمره. اول نمره عمومی چطور هست؟ بسیار عالی است. بله. چی وقت بخیر اول نمره عمومی مکتب افکار نابغه خواهد شدی؟ کوشش میکنم. کوشش میکنی؟ تلاش میکنی. خب خودت یک شاگرد بسیار خوب هستی. بله. و خاصیت شاگرد خوبی هست که به استاد خود احترام داشته باشه، به والدین احترام داشته باشه و به بزرگان احترام داشته باشه. حالا به نظر خودت احترام چقدر مهم هست؟ احترام بسیار مهم است. بله. آها، خودت در مکتب به کیها احترام میکنی؟ به استاد احترام میکنه، به مدیر، به کل بچه احترام میکنه. زمانی که خانه بری به والدین، به پدرجان، به مادرجان سلام میتی یا خیر؟ سلام میتونم. سلام هم جزء از احترام هست. بله. و سنت نبی کریم صلی الله علیه و سلم است. درست است؟ در بین مضامینی که خودت در مکتب میخوانی کدام مضمون خیلی دوست داری؟ دری را دوست داری؟ بله. در بین کتاب دری شعر هم هست. بله. خودت کدام شعر یاد داری که بر ما بخوانی؟ عالی میشه. بشنویم یک شعر زیبا از مدثر جان عزیز. خزانه. خزان. درباره خزان هست. بله. میشنویم یک شعر خزانی را، چون فضا هم خزانی هست و شما هم بشنویم یک شعر خزانی را از مدثر جان. بسم الله الرحمن الرحیم. خزان. فصل خزان قشنگ است، زیبا و زرد و رنگ است. صحرا و باغ و بستان هوایش دلپسند است. میریزه روی زمین برگ زرد نازنین. میشه قشنگ و زیبا، سبزه ها زرد و زرین. مثل بهار تابستان قشنگ فصل خزان. بسیار عالی. مدثر جان، وقتی که از مکتب بری چگونه درس میخوانی که ها کمکت میکنه که بخیر کارخانگی را عالی انجام بدی، درسای خود خوب بخوانی؟ استاد در مکتب استادتان کمک میکنه؟ بله. خب برش تماس میگیری؟ نه نمیگیرم. خیر در داخل خانه استاد چگونه کتت کمک میکنه؟ در داخل خانه مادرم کمک میکنه. مادر جان کمک میکنه؟ مادر جان هم استاد هست؟ نه. استاد خودت هست؟ بله. بسیار عالی هست. مدثر جان، بازی را خوش داری؟ بله. وقتی که فرصت داشته باشی تفریح کنی معمولا کدام بازی را انجام میدی؟ فوتبال، کریکت، دوش یا در موبایل گیم میزنی؟ فوتبال میکنی؟ بله. معمولا خودت گلکیپر میباشی، در دفاع میباشی یا در خط حمله کوشش میکنی که تیم مقابل گل بزنی؟ در کدام بخش هستی؟ در گل. خودت مدافع هستی؟ بله. گلکیپر هستی؟ بله. بسیار عالی. خودت از گلکیپرانی که در افغانستان وجود دارد یا در جهان کدام گلکیپر میشناسی؟ نه، تابل نمیشنم. تابل نمیشنم میفهمی؟ نه. خب بسیار عالی. وقتی که مدثر جان بخیر بزرگ میشه، مکتب تمام میکنه و پوهنتون هم میخوانه، در پوهنتون میخوای چی بخونه و مدثر جان میخوای چی کاره شوه؟ انجینر. میخوای انجینر شوه؟ بله.
کدام انجینر دیدی که خودت هم انگیزه گرفتی که باید انجینر شوی، یا مادر جان و پدر جان گفت که باید انجینر شوی؟ مادرم گفت انجینر اینتک. یعنی تو باید انجینر تکنولوژی شوی. بله. بسیار عالی. پدر جان باز چی میگه؟ پدر جان هم تو گفتشم. بسیار عالی است. من از خودت میخوایم بپرسم امروز که بخیر از اینجا مکتب میری یا خانه؟ مکتب میری. مکتب میرم. وقتی که مکتب رخصت شد بری در داخل خانه، دوست داری که مادر جان برای چی پخته کرده باشه؟ چی پخته کرده باشه برات؟ خود دوست داری چی پخته کرده باشه؟ لوبیا. لوبیا پخته کرده باشه؟ لوبیا تنها باشه یا برنج هم داشته باشه؟ برنج. برنج هم داشته باشه. خب مدثر جان به دوستان عزیز چی پیام داری، چی گفتنی ها داری؟ اونا چی کنه که مثل خودت موفق شوند؟ درس خوانندگی کوشش کنم. دوستان عزیز مدثر جان برای ما شما نعت هم آورده، درست است؟ بله. خب نعت از مدثر جان میشنویم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و سلام بی نهایت تو را، حبیب خدا اشرف انبیا، به ما عشق تو همیشه است تو مدام، به هر سنتت جان ما باد فدا، به هر سنتت جان ما باد فدا. درود و سلام بی نهایت تو را، حبیب خدا اشرف انبیا، به ما عشق تو همیشه است تو مدام، به هر سنتت جان ما باد فدا، به هر سنتت جان ما باد فدا. مدام هر زمان در تمام جهان، تو هستی امام و منم مقتدا، آورده ای به ارمغان زندگی، اشکی تو فزون شد به این یادمان، اشکی تو فزون شد به این یادمان. مدام هر زمان در تمام جهان، تو هستی امام و منم مقتدا، آورده ای به ارمغان زندگی، اشکی تو فزون شد به این یادمان، اشکی تو فزون شد به این یادمان. محمد بود اسم زیبای تو، شوم من فتای رخسار شما، همیشه توی برترین انبیا، بود دین تو جاودان در جهان، بود دین تو جاودان در جهان. درود و سلام بی نهایت تو را، حبیب خدا اشرف انبیا، به ما عشق تو همیشه است تو مدام، به هر سنتت جان ما باد فدا، به هر سنتت جان ما باد فدا. توی ماه تابان و هم رهبرم، عزیز دلم ای رسول خدا، وصف تو نگنجد و در دفترم، قلم عاجز است در بیان شما، قلم عاجز است در بیان شما. بسیار زیاد عالی مدثر جان عزیز و ممنون از هموطنان عزیزی که تا الحال با ما بودن، تنها نگذاشتن و در هر قدم برنامه هم قدمی کردن و یاری رساندن.